فانوس‌های ذهن، نویسنده ریچارد داوکینز، مترجم امیر غلامی، تنظیم و ویرایش عین کاظمی، راوی مهدی. قسمت اول. تاریخ اجرا 17 اردیبهشت 1402. تعداد صفحات کتاب 73 صفحه. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید و انتشار هزاران کتاب صوتی را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت داوطلبانه و رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com. یک محیط‌های تکثیر. دختر بچه 6 ساله زیبایی را می‌شناسم که نور چشم پدرش است. این دختر باور دارد که بابا نوئل واقعی است. او معتقد است که سنباد هم وجود دارد و آرزو دارد که وقتی بزرگ شد پری دریایی شود. وقتی بزرگترهای جدی و محترمش به او یا همکلاسی‌هایش بگویند که بابا نوئل یا پریان دریایی وجود دارند، حرف آنها را کاملا باور می‌کنند. بچه‌ها هر چرا که به آنها بگویید باور می‌کنند. اگر بگویید که جادوگرها می‌توانند یک شاهزاده را به یک قورباغه تبدیل کنند، باور می‌کنند. اگر هم بگویید که بچه‌های بد در جهنم کباب می‌شوند، شبها کابوس کباب شدن می‌بینند. من به تازگی شنیدم که این دختر بچه را بدون اجازه پدرش برای یک دوره 1 هفته‌ای پیش یک راهبه کاتولیک فرستادند. فکر می‌کنید این کودک در مکتب آن راهبه چه خواهد آموخت؟ تکامل چنان کودک را شکل داده که هر آنچه را که فرهنگ اطرافش به او القا کند جذب می‌کند. مسلماً کودک زبان مادریش را به همین شیوه می‌آموزد. کودک با شنیدن سخنان بزرگترها لغتنامه بزرگی از واژگان زبان محاوره را ضبط می‌کند. یک دایره المعارف اطلاعاتی را جذب می‌کند و قواعد پیچیده نحوی و معنایی را فرا می‌گیرد. پیش از اینکه کودک به میانه راه بلوغ برسد، همه این اطلاعات از مغز بزرگترها به مغز او منتقل شده‌اند. ما چنان برنامه ریزی شده ایم که همه اطلاعات مفید را به سرعت فرا گیریم. در طی این فرایند اجتناب از انتقال اطلاعات مضر و مهلک بسیار دشوار است. با همه بیت‌های ذهنی که باید دانلود کرد و تمام کدهایی که باید درونی کرد، شگفت‌آور نیست که ذهن ساده‌لوح کودک آماده پذیرش همه جور پیشنهاد مستعد تخریب است و طعمه سهل و آسانی برای شیادان و رمالها و راهبه هاست. ذهن کودک به بدن بیمارانی میماند که دچار ضعف سیستم دفاعی بدن هستند. این ذهن پذیرای همه جور عفونت است. عفونت هایی که بزرگترها میتوانند بدون هیچ زحمتی به ذهن کودک منتقل کنند. دی ان ای هم دارای کدهای انگلی است. ساز و برگ سلولی در کپی کردن دی ان ای به غایت تواناست. به معنای دیگر، هر دی ان ای شیفته کپی کردن خود است. از دیدگاه دی ان ای هسته سلول بهشت برین است، چون در آن همه جور ماشینالات پیشرفته تکثیر دی ان ای یافت می شود. هسته سلول چنان محیط مستعدی برای تکثیر دی ان ای است که جای تعجب نیست که سلول‌ها در عمل میزبان انگل‌های دی ان ای نیز باشند.
انگل‌هایی مثل ویروس‌ها، ویروئیدها، پلاسمیدها و دیگر اراذل ژنتیکی. حتی گاهی انگل‌های دی ان ای خود را به طور بی‌عیب و نقصی در میان کروموزوم‌ها می‌چپانند. ژن‌های جهنده و امتدادهای دی ان ای خودخواه خود را از کروموزوم‌ها جدا می‌کنند و به جای دیگر می‌چسبانند. تشخیص آنکوژن‌های مهلک از ژن‌های سالم و عادی هم تقریباً ناممکن است، چون آنکوژن‌ها به خوبی در میان ژن‌های سالم چپیده‌اند. در طی دوره تکامل احتمالاً ژن‌های سالم و یاغی مرتباً جای خود را عوض کردند، اما دی ان ای همان دی ان ای میماند. تنها چیزی که دی ان ای ویروسی را از دی ان ای سالم مشخص می کند شیوه انتقال آن از نسلی به نسل‌های بعدی است. دی ان ای های سالم و مشروع آنهایی هستند که از طریق سخت کیشانه مشروع، یعنی توسط اسپرم یا تخمک انتقال می یابند. اما دی ان ای های یاغی یا انگل به دنبال راه‌های سریعتر و زیرآبیانه تری برای سفر به آینده می‌گردند. یعنی نه فقط از طریق سنت حسنه انتقال توسط اسپرم یا تخمک، بلکه از طریق یک قطره ترشح عطسه یا یک چکه خون هم منتقل می‌شوند. درست همانطور که هسته سلول بهشتی برای دی ان ای مشتاق تکثیر است، کامپیوترها هم برای داده‌های روی یک دیسک بهشت برین هستند. کامپیوترها و دیسک خانها و دیگر حافظه‌های جانبی طوری طراحی شدند که کاملاً وفادارانه داده‌ها را حفظ کنند. بیت‌های مغناطیسی داده‌ها هم درست مانند مولکول‌های دی ان ای به معنای واقعی کلمه خواهان تکثیر دقیق خود نیستند. با این حال میتوان برنامه‌های کامپیوتری نوشت که طی مراحلی دقیقاً خود را تکثیر کنند و نه تنها در یک کامپیوتر تکثیر شوند، بلکه به کامپیوترهای دیگر هم منتقل شوند. از لحاظ تکثیر بیت‌های اطلاعاتی، کامپیوترها چنان منشیان دقیق و امینی هستند که کعبه آمال برنامه‌های خود تکثیرگر هستند و به همین خاطر شدیداً در معرض براندازی توسط برنامه‌های انگلی هستند. هر آدم کلبی مسلکی که با نظریه ژن‌ها و مم‌ها آشنا باشد میتواند حدس بزند که کامپیوترهای شخصی امروزی که به کاروانسراهایی برای دیسک‌ها و ایمیل‌های هرزگرد میمانند، سینه به روی تیر بلا گشودند. تنها نکته شگفت‌آور درباره اپیدمی ویروس‌های کامپیوتری این است که چرا انقدر دیر سر و کله‌شان پیدا شده است. 2. ویروس‌های کامپیوتری، مدلی برای همه‌گیرشناسی اطلاعاتی. ویروس‌های کامپیوتری قطعه کدهایی هستند که خود را به برنامه‌های سالم موجود پیوند می‌زنند و کارکردهای عادی آن برنامه را مختل می‌کنند. این برنامه‌ها می‌توانند از طریق تبادل دیسک‌ها یا از راه شبکه منتقل شوند. از لحاظ فنی، ویروس‌ها با کرم‌ها، نوعی بدافزار، فرق دارند. کرم‌ها به خودی خود برنامه‌های کاملی هستند که معمولاً از طریق شبکه منتقل می‌شوند. نوع دیگر این بدافزارها اسب‌های تروا هستند که به تنهایی خود تکثیرگر نیستند، بلکه برای تولید مثلشان به انسان نیاز دارند. گیرایی محتوای پورنوگرافیک یا محاسن دیگر این اسب‌های کذایی فرد را به تکثیرشان وامی دارد. ویروس‌ها و نیز کرم‌ها برنامه‌هایی هستند که به زبان برنامه به کامپیوتر میگویند تکثیرم کن. به علاوه هم ویروس‌ها و هم کرم‌ها میتوانند به دلخواه مؤلفشان ابراز وجود کنند. این ابراز وجود میتواند بامزه باشد، مثل ویروسی که در کامپیوترهای مکینتاش از بلندگوی درون کیس اعلام میکند نگران نباش، که البته نویسنده ویروس اثر عکس آن را انتظار دارد.
یا بداندیشانه باشد، مانند بسیاری از ویروس‌های IBM که پس از اعلام بروز فاجعه قریب الوقوع از نمایشگر تمام اطلاعات حافظه داخلی را پاک می‌کنند. یا سیاسی باشد، مانند ویروس اسپانیش تلکام در اعتراض به نرخ بالای مخابرات در اسپانیا، یا ویروس بیجینگ که در اعتراض به کشتار دانشجویان طراحی شده بودند. یا کاملا سهوی باشند، یعنی ناتوانی برنامه نویس در کنترل فعالیت‌های سطح پایین سیستم به ایجاد ویروس یا کرم منجر شود. اینترنت وارم معروف که در 22 نوامبر 1989 بیشتر شبکه‌های کامپیوتری آمریکا را فلج کرد، عامدانه و بداندیشانه درست نشد. با این حال از کنترل خارج شد و ظرف 24 ساعت به طور نمایی خود را تکثیر کرد و حدود 6000 حافظه کامپیوتر را از کار انداخت. امروز ممها با سرعت نور در نقاط مختلف گیتی می پراکنند و با چنان سرعتی زاد و ولد می کنند که نرخ زادآوری مگس‌های میوه یا مخمرها در قیاس با آن هیچ به حساب می آید. ممها بلهوسانه از ماشینی به ماشین دیگر و از واسطه‌ای به واسطه دیگر می جهند، چنان که عملاً قرنطینه کردنشان ناممکن است. ویروس ها مقید به زندگی در رسانه های الکترونیک مانند دیسک ها و خطوط تبادل داده نیستند. رسانه های ویروس از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر می توانند جوهر چاپ، سپس اشعه نوری که به عدسی چشم آدمی می رسد و بعد ضربان اپتیکی و پس از آن انقباض عضلات انگشتان باشد. یک مجله تخصصی کامپیوتر که متن یک برنامه ویروسی را برای علاقمندان چاپ کرده بود به شدت مجازات شد. در حقیقت کل ایده ویروس سازی چنان احمقانه و سبکسرانه است که چاپ هر گونه دانستنی ها در مورد ویروس ها عملاً کاملاً غیر مسئولانه تلقی می شود. البته من در اینجا قصد ندارم کد ویروسی چاپ کنم، اما برخی شیوه های مؤثر ویروس سازی هستند که به خوبی شناخته شده و حتی آشکارند و لذا ذکر آنها در اینجا برای پیگیری بحث فاقد مضراتی است که ذکر شد. همه این مبانی از این نکته ناشی می شوند که ویروس نباید بگذارد در حین پراکندن خود کشف شود. ویروسی که خود را درون یک کامپیوتر بسیار تکثیر کند به زودی کشف می شود، زیرا تکثیر زیاد ویروس موجب اختلال کامپیوتر می شود. و این اختلال کاربر را از بروز مشکل آگاه می سازد. به همین دلیل بسیاری از ویروس ها پیش از آلوده شدن کامپیوتر محتوای آن را بررسی می کنند تا مطمئن شوند که از قبل در آن کامپیوتر نبودند. این نشانگان ضمناً کمک می کند تا در برابر ویروس های مشابه آنگونه تدابیر دفاعی اتخاذ شود. زمانی که هنوز آنتی ویروس ها در دسترس نبودند، من در پی ویروسی شدن کامپیوترم یک جور واکسیناسیون ابتدایی روی آن انجام دادم. یعنی به جای پاک کردن ویروسی که یافته بودم، تنها دستورالعملهای کد شده آن را لغو کردم، بدون اینکه پوسته ویروس یعنی ویژگی‌های بیرونی یا امضای ویروس را پاک کنم. به لحاظ نظری اعضای دیگر این گونه ویروسی که به سراغ کامپیوتر من می آمدند این امضای همکارشان را تشخیص می دادند و از آلودن مجدد کامپیوترم دست بر می داشتند. نمیدانم این نوع ایمنسازی واقعاً به کار آمد یا نه، اما آن زمان این نوع دل و روده بیرون ریختن ویروس و نگه داشتن پوسته آن بهتر از مهر و موم کردنش می نمود. ویروسی که خیلی بدخیم باشد سریعاً کشف و سربنیست می شود. ویروسی که تا سر وقت هر کامپیوتری رسید فوراً خانمان آن را براندازد دوام و بقایی نخواهد داشت. ممکن است شاهکار چون این ویروسی تباه کردن یک کامپیوتر باشد.
مثلا کل تز دکترای یک دانشجو را کاملا پاک کند یا ضایعی از این دست به بار آورد، اما مصری نخواهد بود. به همین خاطر برخی ویروس ها را چنان طراحی می کنند که خرابکاریشان آنقدر کوچک باشد که به راحتی نتوان آنها را یافت. مثلا نوعی ویروس هست که به جای پاک کردن تمام سکتورهای دیسک فقط به حافظه مربوط به ذخیره برنامه‌های صفحه گسترده حمله می‌برد یا اسپریدشیت و تنها قدری دستکاری‌های کوچک کتره‌ای در محتوای داده‌ها، معمولاً داده‌های مالی، انجام می‌دهد. مثلا اعداد محتوی برخی سطرها و ستونها را تغییر می‌دهد. برخی ویروس ها هم به طور احتمالاتی فعال می شوند و به این ترتیب جلوی کشف شدن خود را می گیرند. مثلا تنها بر روی 1/16 حافظه هایی که می رسند فعال می شوند. برخی از ویروس ها هم بر مبنای اصل بمب ساعتی کار می کنند. اغلب کامپیوترهای مدرن از تقویم آگاه هستند. پس ویروس‌های بمب ساعتی چنان برنامه ریزی می‌شوند که در تاریخ مشخصی در همه جای جهان فعال شوند. مثلا در روز جمعه 13 آوریل، روز احمق‌ها. از دیدگاه انگلی مهم نیست که حمله نهایی چقدر برای ویروس‌ها مضر باشد. مهم این است که ویروس نخست مجال کافی برای تکثیر خود داشته باشد. این وضع به طرز ناراحت کننده‌ای به نظریه پیرشدگی میدور ویلیامز میماند. ما قربانی ژن‌های کشنده یا شبه کشنده‌ای میشویم که فقط هنگامی فعال میشود که ما به قدر کافی فرصت برای تولید مثل داشته باشیم. برای مقابله با تهدید این دسته از ویروس‌ها، بعضی شرکت‌های بزرگ یک کامپیوتر جلودار در ناوگان کامپیوتریشان می‌گذارند که تقویم آن 1-2 هفته پیش از تقویم رسمی تنظیم شده است تا اگر سر و کله ویروس‌های بمب ساعتی پیدا شد پیش از روز موعود در کامپیوتر جلودار آشکار شود. اینطور میتوان حدس زد که واگیری ویروس‌ها به یک مسابقه تسلیحاتی انجامیده است. بازار نرم افزارهای آنتی ویروس داغ است. این برنامه‌های پادزهر زرادخانه متنوعی از کلک‌های ویروس نویسی را در بر دارند و برخی هم برای خنثی کردن ویروس‌های شناخته شده شناسنامه‌دار طراحی شده‌اند و برخی هم هر گونه تلاش برنامه برای سرک کشیدن به نواحی حساس حافظه را به کاربر هشدار می‌دهند. از حیث نظری میتوان اصول ویروس نویسی را برای مقاصد غیر پلید و حتی مفید نیز به کار گرفت. تیمبلبای 1991 اصطلاح زنده افزار را برای نامیدن روشی وضع کرد که خود او پیشتر بر اساس اصل آلوده سازی ابداع کرده بود. از این روش برای بروز رسانی نسخه های متعدد یک پایگاه داده استفاده می شود. به این ترتیب که هر موقع دیسک حاوی پایگاه داده در کامپیوتری نهاده شود، آن دیسک محتوای کامپیوتر را می کاود تا ببیند آیا نسخه دیگری از پایگاه داده در حافظه هست یا نه. و اگر چنین است، آیا نسخه موجود پایگاه داده نسبت به پایگاه داده روی حافظه بروزتر هست یا نه؟ اگر چنین نباشد، دیسک به طور خودکار آن را بروز می کند. به این ترتیب و با قدری خوش اقبالی دیگر لازم نیست که کار بروز رسانی پایگاه داده ادارات به طور دستی صورت گیرد. مثلا اگر کارمند کتابخانه فهرست موجودی کتابها را بروز رسانی کند، اطلاعات جدید او فوراً حافظه های کامپیوترهای همکارانش را هم می آلاید، چون همکاران دیسک هایشان را در کامپیوترهای همدیگر می گذارند و به این ترتیب اطلاعات جدید همه جا گسترده می شود. البته زنده افزار تیمبلبای کاملا مشابه ویروس ها نیست.
زنده افزار نمیتواند به هر کامپیوتری که خواست پخش شود و به آن آسیب برساند، بلکه تنها روی کامپیوترهایی پخش می شود که از قبل نسخه‌ای از آن بانک اطلاعاتی خاص را داشته باشند و شما نمی توانید آلوده زنده افزار شوید مگر اینکه خودتان تدارک این کار را دیده باشید. ضمناً تیمبلبای که بسیار نگران تهدیدهای ویروسی است، خاطر نشان می کند که شما می توانید با استفاده از یک سیستم کامپیوتری که مورد استفاده بقیه مردم نیست تا حدی از شر ویروس ها در امان باشید. توجیه معمول خرید آن نوع کامپیوتری که امروزه بازار را در اختیار دارد فقط به دلیل فروش بالای آن نیست. هر فرد مطلع قبول دارد که از نظر کیفیت و به ویژه آسانی کاربری آن نوع به نوع رقیبی که در بازار در اقلیت است ارجحیت دارد. با این حال کاربرد همگانی یک نوع کامپیوتر مزایایی برای آن فراهم می کند که بر کیفیت غلبه می کند، زیرا چنین استدلال می شود که اگر همان نوع نازل کامپیوتر را که همکارتان خریده است بخرید، می توانید از نرم افزارهایتان به طور اشتراکی استفاده کنید و این نرم افزارهای اشتراکی معمولاً فراوانند. نکته در اینجاست که با ابداع بلایای ویروسی این مزیت دیگر چندان مطلوب نمی نماید. نه تنها باید هنگام دریافت دیسک از همکارتان بسیار وسواس به خرج دهید، بلکه باید آگاه باشید که اگر به جامعه استفاده کنندگان نوع معینی از کامپیوتر بپیوندید، به خیل انبوه ویروس های رایج در این جامعه پیوسته اید که حتی ممکن است از تعداد اعضای آن جامعه کاربران هم بیشتر باشد. نه تنها باید هنگام دریافت دیسک از همکارانتان بسیار وسواس به خرج دهید، بلکه باید آگاه باشید که اگر به جامعه استفاده کنندگان نوع معینی از کامپیوتر بپیوندید، به خیل انبوه ویروس های رایج در این جامعه پیوسته اید که حتی ممکن است از تعداد اعضای آن جامعه کاربران هم بیشتر باشد. ویروس های کامپیوتری امروزی به معنای دقیق کلمه فرگشت نمی یابند. این ویروس ها محصول انسان های برنامه نویس هستند و تنها به این معنای ضعیف می توان از فرگشتشان سخن گفت که مثلا می گوییم خودروها یا هواپیماها فرگشت می یابند. طراحان خودروی امسالشان را اندکی نسبت به خودروی سال پیش بهبود می بخشند و ممکن است کمابیش آگاهانه روندی را که طی چند سال ادامه دارد دنبال کنند. مثلا از لحاظ افزایش فشردگی پره‌های رادیاتور یا هر جنبه فنی دیگری. طراحان ویروس هم در پی کژاندیشی‌های حرفه‌ای‌تر هستند که از پس برنامه‌های ضد ویروس برآیند. اما ویروس‌های کامپیوتری دست کم تا کنون امکان جهش و فرگشت توسط انتخاب طبیعی را نداشتند، اما ممکن است در آینده چنین امکانی یابند. اینکه آیا فرگشت آنها توسط انتخاب طبیعی صورت گیرد یا توسط طراحان انسانی هدایت شود، ممکن است نهایتاً چندان فرقی در کارآمدیشان نداشته باشد. در هر دو شکل فرگشت می توانیم انتظار داشته باشیم که ویروس های فرگشت یافته هرچه بهتر بتوانند خود را مخفی کنند و انتظار داشته باشیم که بتوانند با ظرافت با دیگر ویروس هایی که همزمان در جامعه کامپیوتری به سر می برند همزیستی کنند. ویروس های DNA و ویروس های کامپیوتری به دلیل یکسانی گسترش می‌یابند. محیط مساعدی هست که تمام ساز و برگ تکثیر و گسترش آنها را فراهم می‌آورد و دستورالعمل‌های ویروس را اجرا می‌کند.
محیط‌های مساعد این دو ویروس به ترتیب فیزیولوژی سلولی و شبکه‌های کامپیوتری به همراه افزارآلات ذخیره اطلاعات هستند. آیا محیط‌های دیگری هم هستند که این چنین باشند و بهشت‌های دیگری برای همتاسازان فراهم آورند؟ کتاب ویروس‌های ذهن، نویسنده ریچارد داوکینز، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف، قسمت دوم. avayaboof.com 3. ذهن آلوده. من پیشتر به استعداد ذاتی کودک برای گول خوردن اشاره کردم. استعدادی که ذهن کودک را برای یادگیری زبان و آموزه‌های سنتی محیط بسیار مساعدی می کند که به آسانی سخن راهبه‌ها و کسانی از این قماش را می پذیرد. به بیان عامیانه تر، ما همگی در حال مبادله اطلاعات با یکدیگر هستیم. البته ما فلاپی دیسک هایمان را در شکاف جمجمه هم فرو نمی کنیم، اما از طریق گوش و چشم هایمان جملات را مبادله می کنیم. ما به شیوه های حرکت کردن و لباس پوشیدن همدیگر توجه می کنیم و از هم تأثیر می پذیریم. رنگارنگی تبلیغات را جذب می کنیم و حتما تحت تأثیرشان قرار می گیریم. اگر اینطور نبود، تاجران سودنگر با ساخت تبلیغات چنان پولهای کلانی خرج آلوده کردن هوا نمی کردند. به دو کیفیتی بیاندیشید که یک ویروس یا هر گونه همتاسازی انگلی از محیط مناسب می طلبد. کیفیت هایی که سازوکار سلولی را برای دی ان ای انگلی و کامپیوترها را برای ویروس به چنین محیط های مستعدی تبدیل می کنند. کیفیت نخست آمادگی برای تکثیر دقیق اطلاعات است. کیفیت دوم آمادگی برای تبعیت از دستورالعمل‌هایی است که در اطلاعات موجود در همتاساز درج شده‌اند. سازوکار سلولی و کامپیوترهای الکترونیک هر دوی این معیارهای ویروس پسند را به خوبی فراهم می‌آورند. اما آیا مغز انسان هم با این معیارها همخوانی دارد؟ از نظر وفاداری در نسخه برداری و تکثیر اطلاعات، مسلماً مغزها دقتشان به پای سازوکار سلولی و کامپیوترهای الکترونیک نمی‌رسد. با این حال مغز دست کم به اندازه یک ویروس RNA وفادارانه عمل می کند. گرچه دقت آن در تکثیر اطلاعات به پای دقت DNA با همه سنجه های دقیقش علیه زوال اطلاعات نمی رسد. گواه همتاسازی وفادارانه مغز، به ویژه مغز کودک، همان قابلیت تقلید زبان است. شخصیتی به نام پروفسور هیگینز در یکی از رمان‌های برنارد شاو حتی قادر است از روی لهجه یک نفر مشخص کند که او در کدام خیابان لندن بزرگ شده است. البته داستان گواه خوبی برای هیچ چیز نیست، اما هر کسی می‌داند که شخصیت تخیلی هیگینز تنها شکل اغراق شده مهارتی است که همه ما داریم. هر آمریکایی میتواند فرق میان یک فرد اهل جنوب با یک غرب میانه‌ای یا یک نیو انگلندی را از یک کوهنشین تشخیص دهد. هر نیویورکی میتواند فرق لهجه برانکسی از بروکلی را تشخیص دهد. همین مطلب اصولاً در مورد مردم همه کشورها صادق است. این پدیده گواهی است بر اینکه مغز انسان میتواند با دقت مناسبی لحن بیان محلیش را کپی کند. اگر اینطور نبود اصلا لهجه ها شکل نمی گرفتند و مثلا لهجه نیوکاسلی اینقدر پایدار نمی ماند که قابل تشخیص باشد. اما خطاهایی هم در این نسخه برداری رخ می دهند.
در غیر این صورت لهجه ها فرگشت نمی یافتند و همه گویشوران یک زبان همان گویش نیاکان دورشان را به یکسان به ارث می بردند. زبان به این خاطر فرگشت می یابد که هم پایداری فراوانی دارد و هم به طور جزئی تغییراتی می پذیرد که پیش شرط هر سیستم فرگشتی است. دومین ویژگی یک محیط مستعد ویروس نیز اینکه محیط میزبان باید بتواند از برنامه‌ای با دستورالعمل‌های مندرج در ویروس تبعیت کند، در مغزها تنها از نظر کمی کمتر از سلول‌ها یا کامپیوترهاست. ما گاهی از دستورات همدیگر پیروی می‌کنیم، گاهی هم چنین نمی‌کنیم. با این حال این حقیقت جالب توجه است که در سراسر جهان اکثریت غالب کودکان پیرو دین والدینشان میشوند و نه دیگر دینهای موجود. مؤمنان ادیان مختلف آداب مختلف آبا و اجدادی خود مانند سجود، نماز خواندن به سمت مکه، سر خود را به طور تناوبی به سمت دیوار تکان دادن، خود را مثل مجانین لرزاندن، کل کشیدن و غیره را کاملا اگر نگوییم برده‌وار دست کم با احتمال آماری بالا تقلید می کنند. فهرست این الگوهای حرکتی تقلیدی دل بخواه و بیهوده ادیان سر به فلک می زند. نمونه های دیگری از تبعیت و تقلید هم هست که کمتر از نوع تقلید مناسک دینی به چشم می آیند که باز هم بیشتر میان کودکان رواج دارند. این تقلیدها از سنخ رفتارهایی هستند که بیش از بحث گزینش عقلانی باید آن را موضوعی اپیدمیولوژی یا همه‌گیرشناسی دانست. پدیده‌هایی مثل یویو یا رقص هولا با الگوهای رفتاری کم و بیش تثبیت شدهشان مدارس را فرا می‌گیرند و به طور بی‌پایه‌ای از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر گسترش می‌یابند، به طوری که شیوه گسترشان فرق عمده‌ای با گسترش همه‌گیری سرخک ندارد. یک نمونه جالب توجه این تقلیدهای رفتاری کلاه وارونه بیسبال است. 10 سال قبل، یعنی دهه 80 میلادی، ممکن بود هزاران کیلومتر در آمریکا سفر کنید و حتی یک نفر را هم نبینید که کلاه بیسبال وارونه بر سر گذاشته باشد. اما امروزه کلاه بیسبال وارونه را میتوان در همه جا یافت. نمیدانم الگوی جغرافیایی گسترش کلاه بیسبال وارونه در آمریکای امروز دقیقاً چگونه است، اما مسلماً همه‌گیر شناسی از باصلاحیت ترین تخصصها برای بررسی این پدیده است. لازم نیست به بحث و جدل در باب جبرگرایی بپردازیم. لازم نیست ادعا کنیم که کودکان مجبورند شیوه کلاه گذاشتن دوستانشان را تقلید کنند. کافی است بگوییم که رفتار کلاه پوشی آنها در حقیقت از لحاظ آماری کاملا متأثر از رفتار کلاه پوشی دوستان است. وارونگی کلاه به خودی خود اهمیتی ندارد، اما قرینه‌ای ارائه می‌دهد از اینکه چگونه ذهن انسان و به ویژه ذهن خردسالان دارای ویژگی‌هایی است که گفتیم باب طبع انگل‌های اطلاعاتی هستند. دست کم می‌توان گفت که ذهن کاندید مناسبی برای آلوده شدن با چیزهایی مثل ویروس‌های کامپیوتری است. گرچه شاید نتوان ذهن را به اندازه هسته سلول و کامپیوتر الکترونیک بهشتی برای ویروس ها تلقی کرد. پس ارزشش را دارد که از خود بپرسیم که ذهن چگونه قربانی یک ویروس می شود. ویروس های ذهنی ممکن است درست مانند ویروس های کامپیوتری امروزی آمدانه طراحی شده باشند، یا اینکه ممکن است به طور غیر عمدی و ناخودآگاه فرگشت یافته باشند. در هر دو حالت، به ویژه هنگامی که آن انگل حاصل فرگشت یک تبار ممی موفق باشد، می توانیم انتظار داشته باشیم که آن ویروس ذهنی در کار تکثیر خود کاملا موفق عمل کند.
انگل‌های ذهنی موفق از دو جهت فرگشت می‌یابند. هرچه قابلیت گسترش ویروس جهت یافته جدید چه بیپایه ایجاد شده باشد و چه حاصل طراحی عامدانه باشد بیشتر باشد پرشمارتر می شود. درست همانطور که یک گروه از ژن‌های سازگار با هم می توانند در کنار هم شکوفا شوند، گروهی از ایده‌های موفق نیز می توانند در کنار هم شکوفا شوند. می توانیم انتظار داشته باشیم که همتاسازان کنار هم جمع شوند و به صورت محفلی موافق از مغزی به مغز دیگر منتقل شوند. هر محفل یک بسته عقیدتی را تشکیل می دهد. اگر هر یک از این بسته های عقیدتی به قدر کافی پایستار باشد، می توان بر آنها نامی مثل کاتولیسیسم رومی یا وودو نهاد. چندان تفاوتی ندارد که کلیت یک بسته عقیدتی را معادل یک ویروس منفرد در نظر بگیریم یا تک تک مؤلفه های بسته را ویروس های جداگانه بدانیم. در هر حال این تمثیل چندان دقیق نیست. درست همانطور که تمایز میان یک ویروس کامپیوتری و یک کرم کامپیوتری چندان اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که ذهنها محیطهای مستعدی برای ایده ها یا اطلاعات انگلی هستند و در اغلب موارد به شدت هم آلودند. یافتن ویروس های ذهنی موفق هم مانند یافتن ویروس های کامپیوتری موفق برای قربانی دشوار خواهد بود. اگر شما قربانی ویروسی باشید ممکن است که این نکته را ندانید و حتی قویاً منکر ویروسی بودن خود باشید. خب اگر یافتن ویروس در ذهن خود دشوار است، برای ویروسیابی چه نشانگانی را میتوان به کار گرفت؟ من با تصور اینکه یک کتاب درسی پزشکی چگونه میتواند علائم ابتلا به یک ویروس ذهنی را برشمارد، به این پرسش پاسخ میدهم. 1. اغلب بیمار عمیقاً خود را از صادق، صواب یا ارزشمند انگاشتن اعتقاد درونیش ناگزیر می‌یابد. اعتقادی که به نظر نمی‌رسد نیازی به شواهد یا استدلال داشته باشد، اما با این حال شخص احساس می‌کند که کاملاً مجاب کننده و متقاعد کننده است. ما پزشکان چنین باوری را ایمان می‌خوانیم. 2. بیماران اغلب استحکام و تزلزل ناپذیر بودن ایمان را فضیلت می دانند، گرچه ایمان ابتنایی بر شواهد ندارد. در حقیقت قربانیان احساس می کنند که هرچه شواهد حامی ایمان کمتر باشد آن باور ارزشمندتر است. این ایده متناقض که فقدان شواهد مزیت ارزشمندی برای ایمان است به برنامه‌ای شباهت دارد که خود اتکا است، زیرا خود ارجاع است. همین که چون این باوری پذیرفته شد، به طور خودکار هر گونه اعتراضی نسبت به خود را دفع می کند. این ایده فقدان شواهد ارزشمند است. می توان از تبعات جانبی ایمان باشد که همراه با خود ایمان یک برنامه ویروسی محفلی را تشکیل می دهند که اعضایش حامی یکدیگر باشند. 3. یک نشانه مرتبط با بیماری که ممکن است نزد مبتلا به ایمان یافت شود این اعتقاد است که راز به خودی خود چیز خوبی است، اما گشودن آن کار ارزشمندی نیست. باید با راز حال کرد و حتی از حل ناپذیری آن لذت برد. هر کوششی برای گشودن راز میتواند به طور جد برای گسترش ویروس ذهنی مضر باشد. بنابراین جای شگفتی نیست که ببینیم ایده بهتر است رازها ناگشوده بمانند یک عضو محبوب هر محفل ویروسی می شود. مثلا راز قلب ماهیت، تبدیل نان و شراب مصرفی در مراسم عشای ربانی به گوشت و خون عیسی را در نظر بگیرید.
البته که باور به این که شراب عشای ربانی به طور نمادین یا استعاری به خون عیسی تبدیل می شود آسان است و رازآمیز نیست، اما آموزه های کلیسای کاتولیک روم در مورد عشای ربانی از این تمثیل ساده فراتر رفته و ادعا می کند که کل جوهر شراب به خون عیسی بدل می شود و ظاهر شرابی که باقی می ماند صرفاً تصادفی و فاقد هر گونه جوهری است. در نزد عموم مردم عشای ربانی به طور سرراست به معنای تبدیل شراب به خون عیسی تعبیر می شود. حال چه عشای ربانی را به سیاق گیج کننده ارسطویی و چه به معنای خودمانی‌تر عامیانه تعبیر کنیم، ادعای صحت عشای ربانی را تنها با تخطی آشکار از معنای متداول واژه‌هایی مثل جوهر و به طور سرراست است میتوان مطرح کرد. البته که باز تعریف واژگان گناه نیست، اما اگر واژگانی مانند کل جوهر و سرراست را برای چنین مواردی به کار ببریم، هنگامی که می‌خواهیم این واژگان را در معنای معمولشان به کار ببریم چه اتفاقی می‌افتد؟ آنتونی کنی فیلسوف خاطر نشان می‌کند که زمانی که دانشجوی الهیات بود در این مورد دچار سردرگمی شده بود، چون به این نحو ممکن بود ماشین تحریر من عشای ربانی استحاله یافته بنجامین دیزرائیلی باشد. کاتولیک‌های رومی که باورشان به خطا ناپذیری کلیسا آنان را وامی دارد تا بپذیرند که شراب به رغم ظاهر امر حقیقتاً به خون بدل می شود، عشای ربانی را یک راز می دانند. می بینید با راز خواندن عشای ربانی همه چیز رو به راه می شود. این تدبیر دست کم برای ذهنی که از پیش عفونت داشته کارآمد است. همین مطلب برای راز تثلیث نیز دقیقاً صادق است. قرار نیست رازها گشوده شوند، بلکه باید تکریم برانگیزند. ایده راز ارزشمند است، به کاتولیک ها کمک می کند، زیرا بدون آن اعتقاد به اراجیف آشکاری مثل عشای ربانی و 3 تن در 1 تن تحمل ناپذیر است. پس می بینیم که باور به راز ارزشمند است، یک حلقه خود ارجاع دارد، چنان که هوفستادتر می توانست بگوید رازآمیزی یک باور باورمند را به ابدی کردن آن راز وامی دارد. یک نمونه حاد از عفونت راز ارزشمند است این بیان معروف ترتالین است که می گفت چون ناممکن است قطعی است. این است طریقت دیوانگی. آدم به یاد حرف بیبی سفید در داستان لوئیس کارول می افتد که در پاسخ به آلیس که گفت آدم نمی تواند چیزهای غیر ممکن را باور کند جواب داد به جرأت می گویم تو تجربه کافی نداری. وقتی من هم سن و سال تو بودم همیشه روزی نیم ساعت چنین می کردم. خب گاهی هم حتی 6 چیز غیر ممکن را پیش از صبحانه باور می کردم. یا آدم به یاد راهب برقی در داستان داگلاس آدامز می افتد. راهب برقی دستگاهی است برای تسهیل باور کردن و چنان برنامه ریزی شده که با وصل کردن آن به شما برایتان عمل باور کردن را انجام می دهد و حتی می تواند چیزهایی را به آدم بباوراند که باور کردنشان برای مردم سالت لیک سیتی، مرکز ایالت یوتا که مردمانش به ساده‌لوحی معروفند، هم دشوار است. مثلا همین که راهب برقی به شخص متصل شد میتواند به او بباوراند که همه چیزهای دنیا جز سایه‌هایی از رنگ صورتی نیستند. اما وقتی در نظر می‌آوریم که در زندگی عادی نمیتوان میان باورمندان فاضلی مثل بیبی سفید و راهب برقی با الهیدانان محترم و سرشناس تمایز نهاد، قضیه کمتر خنده‌دار می‌نماید. مثلا جناب ترتالین همچنین فرموده است که
باید به هر نحو بدان باور داشت، چون واهی می نماید. و عالی جناب توماس براونز هم علاوه بر تایید نظر ترتالین از او هم پیشتر می رود و می نویسد چنین می نماید که هیچ امر دینی غیر ممکنی مخلص ایمان نیست و نیز من مایلم ایمان خود را در دشوارترین مواضع به کار برم، زیرا باور کردن امور معمول و محسوس ایمان نیست، نگرش است. من گاهی احساس کردم که در این نوع باور کردن چیزی جالبتر از دیوانگی محض یا ترس‌های سورئالیستی نهفته است. چیزی است مثل آن تحسینی که از دیدن تردستی که در حین رقص روی طناب آویزان 10 توپ را هم به هوا می اندازد و دوباره می گیرد به شخص دست می دهد. انگار که هرچه اعتقادات مؤمن ناممکنتر نمایند، پرستیژ بیشتری نسبت به اعتقادات رقیبان دارند. آیا به یک معنا نمیتوان گفت که مؤمنان نیز مانند تردستان عضلات اعتقادیشان را تمرین میدهند تا بتوانند با باور به امور سراسر ناممکن دیگران را شگفت زده و مغبون سازند و به کیش خیش فراخوانند؟ در حین نگارش این مقاله روزنامه گاردین 29 ژوئیه 1991 به طور اتفاقی مثال زیبایی فراهم آورد. این روزنامه مصاحبه‌ای داشت با یک خاخام یهودی که تکلیف غریبی را به گردن گرفته بود. او می‌خواست محصولات غذایی را تا خردترین اجزایش بیازماید تا از خلوص کوشری، حلال بودن غذا مطابق شریعت یهودی، اطمینان حاصل کند. اخیراً دلنگران این مسئله بوده که آیا جوهر نعناهایی که در داروهای سرفه وارداتی از چین به کار می روند کوشر هستند یا نه. این جناب می گفت آیا تا به حال سعی کرده اید جوهر نعناهای چینی را بررسی کنید؟ این کار فوق‌العاده دشواری است، به خصوص که چینی ها به نخستین نامه استفسار ما با بهترین نثر انگلیسی که توانستند اینطور جواب دادند که محصولات ما حاوی هیچ کوشری نیست. چین فقط به تازگی اجازه بازدید بازرسان کوشری را داده است. خب شاید جوهر نعنای چینی خالص باشد، اما هرگز نمیتوان پیش از بررسی اعلام نظر کرد. این بازرسان کوشری یک خط تلفن مستقیم راه انداختند تا مؤمنان هر مورد مشکوکی از شکلات‌های ناخالص از دید کوشری گرفته تا روغن ماهی را گزارش دهند. این خاخام مینالید که زندگی برای معتقدان به رعایت کوشر مصیبت بار شده است، چون مجبورند به دنبال کندوکاو منشأ همه غذاها باشند. هنگامی که مصاحبه‌گر از او پرسید که چرا خود را به خاطر چیزی که به وضوح بیهوده است به دردسر می‌اندازد، جناب خاخام به صراحت توضیح داد که نکته دقیقاً در همین بیهودگی است. اغلب جوازهای شرعی دین یهود فرامین الهی محسوب می‌شوند. نکته در همین جاست. آدم نکشتن بسیار آسان است، بسیار آسان. دزدی نکردن قدری مشکل تر است، چون گاهی آدم وسوسه می شود دزدی کند. پس تبعیت از این فرامین ساده نمی تواند شاهد محکمی بر ایمان من به پروردگار و اراده الهی باشد. اما مثلا اگر ذات باری از من بخواهد که بعد از صرف قیمه نهار شیر قهوه ننوشم، این یک آزمون الهی حسابی برای سنجش اعتقاد من است. تنها دلیلی که من چنین کاری را نمی کنم این است که به من گفته شده که چنین نکنم. مشکل در اینجاست. هلنا کرونین به من یادآور شد که شاید این پدیده شباهتی با نظریه علامت دهی پرهزینه زهاوی در مورد انتخاب جنسی و فرگشت ویژگی‌های ظاهری داشته باشد. نظریه زهاوی که دیر زمانی نامحبوب و حتی مضحک می نمود،
اخیراً اقبال یافته است و امروز زیستشناسان فرگشتی آن را جدی می‌گیرند. برای مثال طبق نظریه ذهاوی، دم پرشکوه و دست و پاگیر طاووس نر که به طرز مضحکی شکارچیان را به خود می‌خواند، دقیقاً به خاطر همین دست و پاگیر بودن و خطرناکیش فرگشت یافته است و به همین خاطر محبوب طاووس‌های ماده است. طاووس نر به زبان حال میگوید ببین من چقدر مناسب و قوی هستم که میتوانم هزینه گزاف حمل این دم مضحک را نیز تقبل کنم. برای اجتناب از سوء تفاهم در مورد زبان ذهنی که ذهاوی به کار می‌برد باید اضافه کنم که زیستشناسان برای اشاره به کنش‌های ناخودآگاه انتخاب طبیعی استعمال زبان ذهنی را مجاز می‌شمارند. گرافن این استدلال را به مدل ریاضی داروینی سختگیرانه‌ای برگردانده است. گرافن در مدل خود هیچ ادعایی در مورد آگاهی یا عامدانه عمل کردن طاووس‌های نر و ماده ندارد. طاووس‌ها می توانند هر قدر که بخواهید عمدی یا ناخودآگاه عمل کنند. به علاوه نظریه ذهاوی آنقدر عمومیت دارد که تنها مبتنی بر اصول داروینی نیست. هم گلی که شهد خود را به یک زنبور شکاک عرضه می کند می تواند از اصل ذهاوی تبعیت کند و هم بازاریابی که با زرق و برق خود چشم مشتری را خیره می کند. مبنای نظریه ذهاوی این است که انتخاب طبیعی ایجاد شکاکیت در جنس مادینه یا در حالت عام میان دریافت کنندگان پیام‌های تبلیغاتی را ترجیح می‌دهد. تنها طریقی که یک نرینه یا هر تبلیغ کننده‌ای می‌تواند ادعای توانمندی خود یا کیفیت یا مزیتی دیگر را به کرسی بنشاند این است که ثابت کند که حقیقتاً می‌تواند بار گران معلولیتی را به دوش بکشد. معلولیتی که تنها یک نرینه حقیقتاً قوی از پس تحمل آن برمی‌آید. این نکته را می‌توانیم اصل اعتبار بخشی پرهزینه بنامیم. حال ببینیم که این نظریه چه ربطی به بحث ما دارد. آیا ممکن نیست که برخی آموزه‌های دینی هم دقیقاً به رغم مسخرگیشان، دقیقاً به خاطر همین مسخرگی دوام آورده باشند؟ هر سست ایمانی میتواند باور کند که نان عشای ربانی به معنای نمادین معادل جسمی عیسی است. اما لازمه باور به حقیقت چیزی به مزخرفی عشای ربانی این است که کاتولیک برجسته‌ای باشید. این مردمان چنان بار آمدند که نه تنها میتوانند باور کنند که همه چیز را میتوان باور کرد، بلکه باور بیپایه را فضیلت میابند. حال به فهرست نشانگان کسی که به ویروس ذهنی ایمان آلوده شده است بازگردیم و ببینیم چه عوارضی میتوان برای این عفونت انتظار داشت. 4. ممکن است مبتلا در برابر عقاید دیگر بدون مدارا رفتار کند و در موارد حاد آنان را بکشد یا از کشتنشان دفاع کند. همچنین ممکن است مبتلا در برابر مرتدان، کسانی که زمانی مؤمن به ایمانش بودند اما اکنون آن ایمان را ترک گفته‌اند، یا در برابر بدعت گذاران، کسانی که عقیده متفاوتی را بپذیرند که اغلب تنها تفاوتی جزئی با روایت مطلوب شخص از دین داشته باشد، رفتارهای خشن بروز دهد. همچنین ممکن است شخص در برابر دیگر شیوه های اندیشه ورزی که برای ایمانش مضرند مثل استدلال علمی خصومت نشان دهد. تهدید نویسنده برجسته‌ای مثل سلمان رشدی تنها یک نمونه از فهرست طولانی و اسفبار خصومت ورزی های ایمانی است. درست در همین امروز که دارم این مطلب را می نویسم، مترجم ژاپنی کتاب آیات شیطانی را به قتل رساندند
و این اتفاق 1 هفته پس از حمله مرگبار به مترجم ایتالیایی همان کتاب اتفاق می افتد. در این حین اسقف اعظم کانتربری و دیگر شیوخ کلیسا با آزردگی مسلمانان ابراز همدلی می کنند. همدلی که در مورد واتیکان به شراکت تمام و کمال در جرم می ماند. این ابراز همدلی نشانه همان آلودگی است که پیشتر ذکر کردیم. توهم این که هر قدر هم که ایمان به نتایج نفرت انگیز بیانجامد باید بدان احترام گذاشت، فقط به این خاطر که ایمان است. البته قتل نشانه ای حاد از ابتلا به ایمان است، اما یک نشانه حادتر هم یافت می شود که همان خودکشی برای خدمت به ایمان است. درست مانند مورچه های سربازی که برنامه ریزی شدند تا زندگیشان را فدای تکثیر نسخه های آن برنامه انتحاری کنند. جوان عرب یا ژاپنی در جنگ جهانی دوم هم می‌آموزد تا در راه جهاد مقدسی جان سپارد که کوتاه‌ترین راه به بهشت است. اینکه آیا رهبرانی که این جوان را به مقتل می‌فرستند واقعاً معتقد به این باورها هستند یا نه، در قدرت جانورخویی که ویروس عملیات انتحاری از اعتقاد دینی کسب می‌کند تغییری به وجود نمی‌آورد. البته خودکشی یا قتل برای ایمان یک تیغ دولبه است. ممکن است مؤمنان بالقوه آتی را برماند یا آنان را از ایمانی که چنان متزلزل است که به این شیوه ها متوسل می شود بیزار کند. واضح است که اگر افراد بسیاری خود را در راه ایمانشان فدا کنند، ذخیره مؤمنان ته می کشد. این مطلب به خصوص در مورد نوعی خودکشی معروف بر پایه ایمان صادق بود، اما این نوع مرگ‌های کامیکازی مشابه نوع مرگ در نبرد حق علیه باطل نیست. فرقه‌ای به نام پیپلز تمپل هنگامی منقرض شد که رهبر آن کشیش جیم جونز عمده پیروانش در سراسر ایالات متحده را واداشت تا به سرزمین موعود در جنگل‌های گویان بروند و در آنجا بیش از 900 نفر از آنان قبل از همه کودکان را واداشت تا سیانور بخورند. این ماجرا را گروهی از خبرنگاران روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل پوشش دادند. پدر روحانی جونز همه پیروان را فرا خواند و به آنان گفت که زمان عزیمت به بهشت فرا رسیده است. او وعده داد که ما در مکانی دیگر همدیگر را ملاقات خواهیم کرد. این جمله در بلندگوهای اردو تکرار شد. فضیلتی بزرگ در مرگ هست. مردن هر کس نشانه عالی ایمان اوست. ضمناً از ذهن یک زیست جامعه شناس آزموده دور نمیماند که خود جونز تنها کسی بود که از ابتدای تشکیل فرقش خود را تنها کسی میدانست که مجاز به داشتن سکس است. حتما برای والدینش هم چنین اجازه قائل بوده. او حتی برای تنظیم برنامه همخوابگی‌هایش یک منشی داشت. آن خانم منشی پیروان نظر کرده را فرا می‌خواند و به آنها اطلاع می‌داد که پدر از انجام این کار ابا دارد، اما قویاً ناچار به این کار است و ممکن است شما لطفاً. قربانیان او فقط از جنس مؤنث نبودند. یک پسر 17 ساله معتقد به او نقل می کند که زمانی که هنوز مقر کمیته جونز در سان فرانسیسکو بود، چگونه برای آخر هفته‌های کثیفش به هتلی می رفت که در آن تخفیفی برای اقامت عالی جناب جونز و فرزند دریافت می کرد. همان کودک نقل می کرد که من واقعا شیفته او بودم و او برایم بیش از یک پدر بود. من حاضر بودم والدینم را هم به پایش قربانی کنم. آنچه در مورد عالی جناب جیمز جونز اهمیت دارد این گونه رفتارهای سلف سرویسیش نیست، بلکه گول خورندگی تقریبا فرا انسانی پیروانش است.
با ملاحظه چنین نمونه‌های شگفت‌آوری از ساده‌لوحی، آیا همچنان میتوان نسبت به استعداد ذهن آدمی برای ابتلا به عفونت‌های بدخیم تردید داشت؟ درست است که عالی جناب جونز تنها چند هزار نفر را فریب داد، اما مورد او یک مورد افراطی است، نوک کوه یخ است. همین اشتیاق به فریب خوردن از رهبران دینی را همه جا میتوان یافت. اغلب ما میتوانیم شرط ببندیم که هر کسی میتواند یک کانال تلویزیونی راه بیاندازد و ضمن سرهم کردن خزعبلاتی اعلام کند که برای من پول بفرستید تا بتوانم دیگر احمقها را هم وادارم برایم پول بفرستند. و امروزه در هر شهر عمده آمریکا دست کم میتوانید یک کانال تلویزیونی ایوانجلیستی اینچنینی بیابید، کانال هایی که به طور تمام و کمال متکی به این حقه اعتماد هستند و پول های کلانی هم به جیب میزنند. در مواجهه با این سطح مهیب از حماقت دشوار بتوان از همدلی با شیادهای شیک پوش مجری این برنامه ها خودداری کرد. آن وقت میفهمیدید که همه احمقها پولدار نیستند و اغلب با اعانات اندک فقراست که ایوانجلیست ها چاق و چله میشوند. حتی شنیدم یکی از این عالی جنابان صریحاً همان اصلی را پیش کشیده که من به عنوان اصل اعتبار بخشی پرهزینه در نظریه ذهاوی نامیدم. عالی جنابی با صداقت وعظ می کرد که خدا اعاناتی را بسیار قدر می داند که آنقدر بزرگ باشند که موجب لطمه به اهدا کننده شوند و به عنوان شاهد مدعا سالمندان فقیری را به روی صحنه می آورد تا شهادت دهند که از زمان اهدای کل دارایی ناچیزشان به فلان عالی جناب چقدر خود را خوشبخت‌تر احساس می کنند. 5. ممکن است بیمار متوجه شود که اعتقاداتش ربطی به شواهد ندارند، بلکه بیشتر به همه‌گیرشناسی مربوطند. ممکن است چنین بیماری از خود بپرسد که چرا من اعتقادات دینی دیگری ندارم و این اعتقادات را دارم؟ آیا به این خاطر است که من همه ادیان جهان را بررسی کردم و آن را که بیش از همه برایم متقاعد کننده بوده برگزیدم؟ پاسخ به احتمال قریب به یقین منفی است. اگر شما معتقد به هر دینی باشید، از لحاظ آماری بسیار محتمل است که دینتان همان دینی باشد که پدران و اجدادتان داشتند. شکی نیست که کلیساهای جامع ستبر، موسیقی دلنواز، داستانهای جذاب و حکایتهای پندآموز نقشی در ایمان آوردنتان داشتند. اما با این حال تعیین کننده ترین عامل مشخص کننده دین شما این است که در کجا زاده شده باشید. اگر جای دیگری به دنیا آمده بودید، اعتقادات دینی پرشورتان کاملا متفاوت و تا حد زیادی متناقض با چیزی می بود که اکنون هست. قضیه همه‌گیر شناسی است، نه شواهد. 6. اگر بیمار از نمونه‌های نادری باشد که دینی غیر از دین والدینش را برگزیده، باز هم این امر میتواند تبیینی همه‌گیر شناسانه باشد. مسلماً ممکن است که او با خونسردی همه ادیان جهان را کاویده باشد و سر آخر آن را که بیش از همه متقاعد کننده یافته برگزیده باشد. اما از لحاظ آماری محتمل‌تر آن است که در معرض عامل عفونی فوق‌العاده توانایی قرار گرفته باشد، مثلا یک جان وزلی، جیم جونز یا سنت پاول. در اینجا مانند پراکندگی سرخک ما با انتقال افقی عفونت مواجهیم. در حالت قبل انتقال به صورت عمودی بود، مثل تشنج‌های هانتینگوتی که ارثی هستند. 7. ممکن است احساس درونی بیمار به نحو خیره کننده‌ای
یادآور احساسات عادی همراه با عشق جنسی باشد. رانه جنسی در مغز فوق‌العاده نیرومند است. پس جای شگفتی نیست که برخی از ویروس‌ها از این ویژگی بهره برداری کنند. بینش‌های ارگاسمی مشهور سنت ترزای آویلایی مشهورتر از آن است که نیاز به یادآوری داشته باشد. نمونه جدی‌تر و کمتر ساده لوحانه این نوع تجارب دینی شبیه به حالات جنسی را میتوان در گواهی‌های جالب آنتونی کنی فیلسوف یافت. کنی به روشنی شعفی را وصف می‌کند که باورمندان به راز عشای ربانی تجربه می‌کنند و تجربیاتش را به عنوان کشیش تازه گمارده در تشکیلات کلیسای کاتولیک رومی و پس از دریافت اختیار انجام مراسم تبرک عشای ربانی ذکر می کند. شور و شعفی را که در ماه‌های اول کسب این اختیار تجربه کرده بود چنین نقل می کند: من که همیشه آدمی بودم که به سختی از رخت خواب دل می کندم، ناگهان سحرخیز شدم. سرشار از بیداری و شور و هیجان انجام عملی خطیر بودم که قدرت آن به من تفویض شده بود. من به ندرت مراسم تبرک را به طور عمومی انجام می دادم، اغلب آن را به صورت انفرادی و در کنار محراب کلیسا همراه با عضو جوانتری از کالج انجام می دادم که به عنوان دستیار مراسم تبرک انجام وظیفه می کرد. اما این تفاوتی در هیبت مراسم و اعتبار تبرک ایجاد نمی کرد. من در حال لمس تن عیسی بودم. نزدیکی کشیش به عیسی را حس می کردم، حسی که بیش از همه مرا مفتون می کرد. من پس از بیان ذکر تبرک با چشمان خمار به نان مقدس خیره می شدم، مانند عاشقی که به چشمان معشوقش می نگرد. آن روزهای نخستین کشیشی در خاطرم به عنوان روزهایی سرشار از سعادت و رضایت باقی خواهد ماند، سعادتی گرانقدر و نیز چنان شکننده که دوامش نباشد، مثل عشق رمانتیکی که به زودی واقعیت ازدواجی نافرجام فرو می‌ریزدش. آنچه که بر دکتر کنی گذشت به گونه‌ای ترحم برانگیز باور کردنی است. انگار که او اسیر عشق نان مقدس مراسم عشای ربانی شده بود. عجب موفقیت مشعشعی برای ویروس. ضمناً در همان صفحه کنی نشان می‌دهد که ویروس مورد نظر همه‌گیر است، اگر نه به معنای تحت لفظی دست کم به معنای استعاری همه‌گیر است و از دست اسقف‌های آلوده به سرکشیشان تازه کار منتقل می شود. بخش 4. آیا علم هم یک ویروس است؟ خیر، دست کم اگر همه برنامه‌های کامپیوتر را ویروس محسوب نکنیم. خب، برنامه‌های مفید به این خاطر منتقل می شوند که مردم آنها را ارزیابی می کنند، به دیگران توصیه می کنند و دست به دست می کنند. ویروس‌های کامپیوتری فقط به این خاطر گسترش می‌یابند که دارای دستورالعمل کد شده‌ای هستند که به کامپیوتر می‌گویند منتشرم کن. ایده‌های علمی مانند مم‌ها در معرض نوعی انتخاب طبیعی هستند و از این حیث ممکن است شباهتی سطحی با ویروس‌ها داشته باشند. اما نیروهای انتخابگری که ایده‌های علمی را به چالش می‌گیرند دل بخواهی و بلهوسانه نیستند، بلکه قواعد سختگیرانه و صیقل یافته‌ای هستند که راه را بر رفتارهای واهی سلف سرویسی می‌بندند. آن قواعد تمام مزایایی را که در یک کتاب درسی استاندارد روش شناسی برای روش علمی ذکر می شود دارا هستند: آزمون پذیری، حمایت شواهد، دقت، کمیت پذیری، همتاسازی، میانسوژگی، تکرارپذیری، جهان شمولی، پیشروندگی، استقلال از محیط فرهنگی و مانند آن.
اما ایمان دینی به رغم فقدان یکایک این ارزش‌ها گسترش می‌یابد. در گسترش ایده‌های علمی نیز می‌توانید مؤلفه‌های همه‌گیرشناسی را بیابید، اما این همه‌گیرشناسی عمدتاً توصیفی است. حتی می‌توان گسترش سریع ایده‌های خوب در میان جامعه علمی را مانند همه‌گیری سرخک توصیف کرد، اما اگر دلایل این گسترش را بکاوید در می‌یابید که دلایلی استوار هستند که استانداردهای مطلوب روش علمی را برآورده می‌کنند. در تاریخ گسترش ایمان دینی شما چندان چیزی جز همه‌گیری نمی‌یابید، نوعی همه‌گیری سراسری و بی‌مبنا. دلیل این که چرا شخص الف اعتقاد به چیزی دارد و شخص ب اعتقاد به چیز دیگر صرفاً آن است که الف در یک قاره زاده شده و ب در قاره دیگر. آزمون پذیری، حمایت شواهد و باقی ملاحظات حتی اندک اهمیتی هم در این مورد ندارند. برای باور علمی اما همه‌گیری آن باور پس از لحاظ شدن این ملاک‌ها آغاز می شود و همه‌گیرشناسی تاریخ پذیرش آن باور را توصیف می کند. اما در باورهای دینی همه‌گیری علت اساسی گسترش است. بخش 5 مؤخره. خوشبختانه ویروس‌ها همیشه پیروز نیستند. بسیاری از کودکانی که به دست راهبه‌ها و ملاها سپرده می‌شوند دچار شر آنان نمی‌شوند. حکایت خود آنتونی کنی یک داستان نیک فرجام است. او چون نتوانست از تناقضات آشکار باور کاتولیکی چشم فرو پوشد، عاقبت قبای کشیشی را فرو کند و امروز هم استاد دانشگاهی بسیار محترم است. اما نمیتوان این نکته را ناگفته گذاشت که عجب آن عفونت توانمند بوده که توانسته مردی با هوش و خرد کنی را، کسی که ریاست آکادمی بریتانیا را بر عهده دارد، گرفتار 3 دهه ستیز با خود سازد. پس آیا نگرانی من برای کودک 6 ساله‌ام نابجاست؟ با تشکر از هلنا کرونین برای پیشنهاداتش در مورد جزئیات و سبک هر صفحه. ویروس‌های ذهن، نویسنده ریچارد داوکینز، مترجم امیر غلامی، تنظیم و ویرایش عین کاظمی، راوی مهدی. قسمت اول. تاریخ اجرا 17 اردیبهشت 1402. تعداد صفحات کتاب 73 صفحه. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید و انتشار هزاران کتاب صوتی را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت داوطلبانه و رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com